اعتقادینو از دست دادم، الان بهتر شده اعتقادینو میشنم این یهویی این اتفاق افتاده. آره. یعنی مثلا شب خوابیدین صبح بیدار شدید این گوش سمت چپتون کیپ شده، یا اینکه مثلا یه بعد از ظهر یهویی صبح پنجشنبه صبح حس کردم گوشم خمیده شد همینجوری یهویی. خب سرگیجه‌تون از که شروع شد اون عدم تعادلتون؟ همون یعنی چند ساعت بعد از اینکه اون احساس کیپی ایجاد شد و گرفتگی و اینکه نمیشنوین به خاطر التهاب عفونت یا حتی جرم نیست. متأسفانه عصب گوشتون ضعیف شده، التهاب عصبه که باعث میشه شخص یهو افت شنوایی پیدا میکنه و تقریبا شنواییشو گاهی کاملا از دست میده. الان شما اصلا شنوایی از سمت چپ ندارین، درسته؟ خب شما کاملا شنواییتون از دست دادین، چرا همون دیروز مراجعه نکردین؟ مشکل خب انشاءالله قابل درمانه، ولی به شرط اینکه هرچی زودتر مراجعه بشه. گلدن تایمی داره، یه تایم طلایی داره و اگر هرچی از اون خارج بشین احتمال بهبودی کاهش پیدا میکنه. چی که بهتون گفتن، چه دارو چه تزریق، تایمه خیلی مهمه. اینکه فکر بکنید که این کار رو انجام بدید یا انجام ندید باعث میشه که دیگه انجام دادنش فایده‌ای نداشته باشه. پس لطفا پشت گوش نندازین. بعد از هر بار درمانی که براتون انجام شد این تست رو باید تکرار کنید. شنوایی خیلی خوبی داشتین، الان گوش راستتون کاملا سالمه و گوش چپتون از بین رفته عصبش و حیفه واقعا. ببینیم که انشاءالله با درمانی که انجام میشه این کاملا برگرده.